آثار داوود امدادیان، ابوالقاسم سعیدی، حسین محجوبی، علی گلستانه و سهراب سپهری از مهمترین نقاشی‌های مدرنیستی از طبیعت هستند. اما در این میان طبیعت‌های سهراب سپهری همچون طبیعتی بیجان، آرام و بی‌هیاهو و بدون جلوه‌گری و تزیین است. دقیقاً مشابه آن چیزی که سهراب از نقاشی و عرفان شرق آموخته بود و در رفتار و شخصیت او هم تجلی داشت. سهراب نیز همچون ناصر عصار دلبسته نقاشی زن بود. سهراب سپهری در 14 مهر 1307 در قم به دنیا آمد و در کاشان بزرگ شد. کاشان زادگاه نقاش مهم ایران محمد غفاری ملقب به کمال الملک هم هست. سهراب پیش از آن که همچون همشهری مشهورش نقاش باشد، شاعر بود و در کاشان به فعالیت‌های ادبی می‌پرداخت. در 1322 دوره 3 ساله دبیرستان را به پایان رساند و برای گذراندن دوره 2 ساله دانشسرای مقدماتی به تهران رفت. در 1324 به کاشان برگشت و به تدریس پرداخت. سهراب در کاشان تحت تأثیر دیدار با دیگر همشهریش منوچهر شیبانی که شاعر و نقاش بود، به نقاشی بیش از پیش علاقمند شد. شیبانی متولد 1303 در کاشان و 4 سال بزرگتر از سهراب بود. سهراب تحت تأثیر شیبانی و معاشرت با او در 1327 و در سن 20 سالگی از کار در اداره فرهنگ کاشان استعفا داد و پس از اخذ دیپلم ادبی به تهران و هنرکده دانشگاه تهران رفته و مشغول به تحصیل در رشته نقاشی شد. از 1328 نام هنرکده دانشگاه تهران به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تغییر یافت. سهراب که شعر و نقاشی را همزمان با هم ادامه میداد، در 1330 اولین مجموعه اشعارش را با نام مرگ رنگ منتشر کرد. 2 سال بعد در 1332 در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با کسب رتبه اول فارغ التحصیل شد و مدال درجه 1 هنر را گرفت. در همین سال دومین کتابش را با نام زندگی خوابها منتشر کرد. سهراب از این مقطع به طور جدی در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی نگاه ویژه خود را به نمایش می‌گذارد که مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار می‌گیرد. او ضمن سفر به کشورهای آمریکا، اسپانیا، هلند، اتریش، سوئیس، یونان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، مصر و هندوستان در بیشتر این کشورها به نمایش آثارش اقدام می‌کند. در 1337 اولین بی‌انال نقاشی و مجسمه تهران توسط اداره هنرهای زیبای کشور و به کوشش مارکو گریگوریان برگزار شد که زمینه‌ای برای معرفی هنرمندان ایرانی به بی‌انال ونیز بود و تا 5 دوره تا سال 1345 ادامه داشت. سهراب سپهری علاوه بر شرکت در این بی‌انال‌ها موفق به حضور در بی‌انال ونیز می شود و آثارش در این 2 سالانه جهانی به نمایش در می آید. در 1340 در هنرکده هنرهای تزئینی به تدریس پرداخت. هنرکده هنرهای تزئینی که سال قبل یعنی 1339 تأسیس شده بود، بعداً به دانشکده هنرهای تزئینی تغییر نام داد و بعد از انقلاب دانشگاه هنر شد. در 1356 مجموعه کتاب‌های شعر سهراب سپهری در قالب یک کتاب با نام 8 کتاب توسط انتشارات طهوری منتشر شد که در کنار نقاشی‌هایش معروف‌ترین اثر ادبی اوست. سهراب آدم‌ها را نمی‌کشید. او دوست داشت فقط طبیعت را نقاشی کند. با این همه از او چند نقاشی برجا مانده که آدم‌ها را هم کشیده، از جمله مادرش و یا برخی از مردم کاشان را، ولی هیچ وقت صورت‌هایشان را نکشید. او یک بار به خواست بانک مرکزی نقاشی بزرگی از یک انسان فضانورد کشید. در این نقاشی هم فضانورد معلق در فضا صورت ندارد و با بالهایی بر دوش به سمت آسمان پرواز می‌کند. سهراب سپهری در ساعت 6 عصر روز 1 اردیبهشت 1359 در سن 52 سالگی بر اثر بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشت. روز بعد در صحن امامزاده سلطان علی در قریه مشهد اردهال به خاک سپرده شد. سنگ مزار او تا مدت‌ها یک تکه کاشی لاجوردی بود و با آنکه رضا مافی برای مزار سهراب سنگ قبر ساخته بود، اما متولیان امامزاده تا 10 سال اجازه نصب این سنگ قبر را ندادند. رضا مافی که در زمان فوت سهراب 37 ساله بود،
از مهمترین خوشنویسان معاصر ایران بود که 2 سال بعد از سهراب درگذشت و نصب شدن این سنگ قبر را هیچ وقت به چشم ندید. 8 سال بعد از مرگ رضا مافی این سنگ قبر را بر مزار سهراب نصب کردند، اما بعداً شکسته شد و سنگی دیگر جای آن را گرفت. سهراب سپهری اگرچه عمر کوتاهی داشت، اما بیشتر عمرش را در سفر گذراند و همچون مرغی مهاجر به دنبال کشف معناهای زندگی از جایی به جای دیگر رفت. اما آنچه در هنر ایران از او باقی مانده تصویر چشماندازها و درختان کاشان است، گستره‌ای سفید، خلوت و آرام، با عناصری مختصر و موجز اما مستحکم و عمیق که از سکوت و آرامش درونی سهراب خبر می‌دادند.